به نام الله مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان. بخشنده مهربان، مالک روز جزاست. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که به آنان نعمت داده ای و نه راه آنان که بر ایشان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. بار الها، بر پیامبر و آل پیامبر درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودیم. و با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوش قلب‌های عزیزی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و افتخار رو دادید تا یک بار دیگر با برنامه بانوان عصر پیامبر در خدمت شما خوبان و مهربانان باشیم. امروز قصد داریم با شما درباره یک نفر، درباره یک امت، درباره بانوی از بانوان عالم که در تاریخ دیگر زنی چون او را نخواهد زایید، در تاریخ یک بار زاده شد و چون اویی نخواهد اومد، درباره یک امت صحبت بکنیم، درباره یک بانو، درباره شخصی که وجودش در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در امت اسلامی نه تنها برای رسول صلی الله علیه و سلم بلکه برای امت، برای اسلام سر تا سر خیر بود و برکت. قصد داریم امروز در برنامه بانوان عصر پیامبر به شهبانوی عصر پیامبر اشاره بکنیم. همون بانویی که اولین شخصی بود که به این دین، به پیامبر این دین رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. همون بانویی که اول شخصی بود که پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوند. همون بانوی بزرگواری که اولین فردی بود از این امت که آیات قرآن کریم رو از زبان نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید. همون بانوی بزرگواری که اولین فرد این امت بود که به بهشت بشارت داده شد. همون بانوی بزرگواری که اولین فردی بود از این امت که از طرف الله متعال و از طرف فرشته‌اش، از طرف الله و جبرئیل علیه السلام سلام داده شد به اون. الله متعال به اون سلام فرستاد. اون بانو اولین همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. این بانو اولین یاور رسول صلی الله علیه و سلم در خانه بود. این بانو مادر اولین فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم. این بانو شخصی است که وقتی انسان از اون صحبت میکنه، انسان مسلمان وقتی از ایشون صحبت میکنه، وقتی نام ایشون رو میاره خوشحال میشه، از طرفی و از طرف دیگری خجالت میکشه و شرم اون رو فرا میگیره که چگونه درباره اسوه عفت و حیا، درباره کوهی از صبر و مقاومت، درباره اقیانوسی از درک و فهم، درباره آسمانی از عاطفه، درباره دنیایی از حجب و حیا صحبت بکنه. او کسی بود که مرهم زخمهای رسول صلی الله علیه و سلم بود. او کسی بود که چشمه رحمت، نهر محبت بود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. او کسی بود که در طول تاریخ مانند او نبود و نخواهد بود. او کسی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در خانه یاری کرد. نه تنها در خانه بلکه در دعوت یاری فرمود. بانوی بزرگواری که نقشش در دعوت اسلام، نقشش در تاریخ اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست. بله، خدیجه کبری رضی الله عنها، همسر بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادر
6 فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادر فاطمه زهراست. خدیجه کبری اولین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. خدیجه کبری همون شخصی است که اولین نفری که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد لقب گرفت. اولین مسلمان به توحید، اولین موحد امت بعد از پیامبرش، اولین کسی که قرآن رو شنید، اولین کسی که نماز خوند. خدیجه کبری رضی الله عنها همون شخصی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره ایشون فرمود، بنا به روایتی که ابو موسی اشعری رضی الله عنه در بخاری و مسلم نقل شده از ایشون، فرمود کمل من الرجال کثیر، از انسانها، از مردها بسیاری به کمال رسیدن، بسیاری به درجه تکامل رسیدن. انبیای الهی همه از مردان بودن، همه به تکامل رسیدن، اما از بانوان عده‌ای کمی به تکامل رسیدن، عده‌ای کمی به بالاترین مدارج تکامل رسیدن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از اونها یاد کرد فرمود که از انسانها، از میان مردان بسیاری به تکامل رسیدن، اما از میان بانوان فقط چند نفر به تکامل رسیدن. مریم بنت عمران، مادر عیسی علیه السلام. مریم اولین بانویی که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون اشاره کردن. هیچ دینی انقدر به مریم عذرا علیه السلام، مادر عیسی علیه السلام، ارج و ارزش و مقام قائل نشد که امت اسلام برای مریم علیه السلام ارزش قائل شد. سوره از قرآن به نام بانو مریم عذرا علیه السلام نامیده شد. بعد از اون آسیه امرأت فرعون، آسیه همسر فرعون، دومین بانویی که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره فرمودن که به تکامل رسید، به کمال رسید بعد از مریم عذرا رضی الله عنها و علیها السلام در این حدیث. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم نفر سومی رو که ذکر کردن خدیجه بنت خویلد، خدیجه دختر خویلد، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادر مؤمنان خدیجه کبری رضی الله عنها به تکامل رسید، به کمال انسانیت رسید. از میان جامعه بانوان، از میان جمع زنانی که در طول تاریخ پای بر روی کره زمین گذاشتن. و بعد در ادامه فاطمه زهرا، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، دختر خدیجه کبری، چهارمین نفری که در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم نام مبارک ایشون رو ذکر کردن. دختر خدیجه کبری، مادر دختر، هر دو به تکامل رسیدن. اگر برای خدیجه کبری رضی الله عنها هیچ فضیلت دیگری نبود، همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن از بین بانوان اینها به تکامل رسیدن، این شخص به تکامل رسید، همین برای ایشون کافی بود. اگر برای خدیجه کبری رضی الله عنها هیچ فضیلت دیگری نبود، همین که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم کافی بود. اگر برای خدیجه کبری هیچ فضیلت دیگری نبود، همین که مادر فاطمه زهراست رضی الله عنهما کافی بود. خدیجه کبری در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اینها به تکامل رسیدن و در ادامه فرمود و فضل عایشه علی النساء و فضل عایشه علی سایر النساء، فضل عایشه رضی الله عنها بر بقیه بانوان عالم که فضل الثرید علی الطعام، مانند غذای آبگوشت، فضل و برتری این غذاست بر بقیه سایر غذاها. درباره این بانوان امروز راجع به خدیجه کبری رضی الله عنها صحبت خواهیم کرد. در جلسات بعد باید صحبت بکنیم راجع به فاطمه زهرا رضی الله عنها، راجع به عایشه صدیقه رضی الله عنها و در ادامه حتی راجع به مریم عذرا و آسیه همسر فرعون رضی الله عنهن اجمعین باید صحبت بکنیم. بانوانی که به تکامل رسیدن، بانوانی که الگوان، بانوانی که برای خواهران ما، برای برادران ما، برای تمام جامعه امت اسلامی ما اینها الگو هستند. و چرا نباید الگو باشند در حالی که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو تایید کردن. مریم عذرا کسی که ازدواج نکرد و از طرف وحی و به معجزه الله متعال حامله شد برای پسرش عیسی علیه السلام. یک بانویی که حتی فرصت ازدواج پیدا نکرد، بانویی که ازدواج نکرد به کمال رسید. این درسیه برای اون عزیزانی که فرصت ازدواج نداشتن یا به هر دلیلی ازدواج نکردن که میتونن به کمال برسن.
میتونن به درجات عالیه برسن. از طرف دیگری اون عزیزانی که شاید شوهرای اونها شوهر مناسبی نیست و اونها رو آزار میده و اذیت میکنه، فراموش نکنن که آسیه همسر فرعون بزرگترین دشمن توحید، فرعون کسی که نماد شرارت بعد از شیطان، فرعون دشمن موسی علیه السلام، کسی که ادعای خدایی کرد، همسر این زن، همسر این مرد. ایشون آسیه در خانه فرعون به کمال رسید، به تکامل رسید. در بدترین شرایط، در سختترین شرایط میشه به درجات بالیا رسید، میشه ارتقا یافت، میشه تکامل یافت. و بعد از اون خدیجه رضی الله عنها، کسی که بیوه شده، 2 بار بیوه شده بود و با رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد. این فرصت برای همه هست. کسانی که در زندگی احیانا شکست خوردن، کسانی که همسر خودشون رو از دست دادن، کسانی که شاید به طلاق کشیده زندگی اونها، میتونن دوباره از سر شروع بکنن. نباید ناامید بشن. اگر در زندگی دنیا دچار مشکل شدن یا دچار شکست شدن، در دین هم دچار شکست خواهند شد. هرگز این گونه نیست. میشه به درجات عالیه رسید، میشه به تکامل رسید. و فاطمه زهرا رضی الله عنها در بدترین شرایط سختی های زندگی همه اینها رو تحمل کرد. فقر، مشکلات، سختی ها، دشمنی های جامعه قریش بر ضد پدر بزرگوارش رسول الله صلی الله علیه و سلم با این وجود به تکامل رسید. و عایشه صدیقه رضی الله عنها در همین چنین شرایطی. خدیجه کبرا رضی الله عنها همون شخصیتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خیر نساء زمانها، خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجه بنت خویلد. در این روایت که بخاری و مسلم نقل کردن، اکثر محدثین نظرشون اینه که این روایت معناش اینه که خیر نسائها مریم، یعنی بهترین زن دوران خودش مریم رضی الله عنها بود و بهترین بانوی دوران خودش خدیجه دختر خویلد رضی الله عنها. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی درباره خدیجه کبرا رضی الله عنها صحبت می‌کردن، روزی بنابر روایتی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کردن، بنابر روایت بخاری و مسلم، روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمعی از اصحاب نشسته بودند و 4 خط کشیدن. خط اول، خط دوم، خط سوم، خط 4، و پرسیدن از صحابه آیا میدونید که این خطها چی هست؟ گفتن الله و رسوله اعلم. یا رسول الله، شما و الله آگاه ترید به معنای این حرکت، به این خطهایی که کشیدید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بزرگترین، با ارج و مقام ترین زنان بهشت، افضل نساء اهل الجنه، بهترین های بهشت، بهترین بانوان بهشتی 4 نفرند. این 4 خطی که کشیده شد، خدیجه بنت خویلد اولین نفر، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، مریم بنت عمران و آسیه امرأة فرعون. بهترین و سردار زنان بهشتی خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم و آسیه همسر فرعون. قبل از اون مریم مادر عیسی علیه السلام. الله متعال چنان درجه و مقامی رو به خدیجه کبرا رضی الله عنها عنایت فرمود که به کمتر کسی در طول تاریخ بدون شک عنایت شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در بین زنان بهشتی این 4 نفر بهترین بانوان بهشتن. آیا شایسته نیست که ما، خواهران ما، مادران ما، بهترین بانوان بهشتی رو، بهترین بانوان تاریخ رو الگوی خودشون قرار بدن، به جای الگو برداری از کسانی که، از شخصیت هایی که خود جامعه امروزی ما اونها رو به عنوان الگو نمیتونه بپذیره، خود جامعه امروزی ما اونها رو متهم میکنه در اخلاقشون، در باورشون، در رفتارشون، در کردارشون. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت بسیار عجیبی جای دیگری درباره خدیجه رضی الله عنها جمله عجیبی فرمود. این روایت رو حضرت ابو هریره رضی الله عنه از رسول صلی الله علیه و سلم نقل فرمودند. برای درک این روایت، برای فهمیدن عظمت جایگاه خدیجه رضی الله عنها، کافیه که این روایت رو با قلب و با تمام وجود خودمون احساس بکنیم. اگر امروز به من و شما اطلاع بدن که فلان پادشاه
به شما سلام رسون. سفیر مخصوص خودش رو فرستاد که به شما سلام برسونه. فلان وزیر برای شما سلام خصوصی فرستاد. یا بریم بالاتر، اگر امروز به ما اطلاع بدن که حیدر کرار علی مرتضی رضی الله عنه امام حسین رو فرستاده تا به شما سلام عرض میکنه، اگر گفته بشه که حضرت عثمان برای شما سفیری فرستاد که به شما سلام بفرسته، اگر گفته بشه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه برای شما سلام فرستاد، اگر گفته بشه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای شما سلام فرستاد، اگر به خواهری گفته بشه که خدیجه کبرا رضی الله عنها فاطمه زهرا علیها السلام را فرستاد تا به شما سلام برسونه، چه احساسی به انسان دست میده؟ وقتی دوستی برای انسان سلام میفرسته، وقتی که یک عزیزی برای انسان سلام میفرسته، چقدر انسان خوشحال میشه، به شرط این که اون جایگاه و اون محبت و اون عظمت اون دوست، اون آشنا در قلب انسان باشه. اگر الله متعال سلام بفرسته برای کسی، اگر الله متعال مالک الملک برای کسی سفیر خودش رو بفرسته، بزرگترین فرشته خودش رو بفرسته که برو به فلانی بگو و از طرف من به اون سلام برسون و بگو که بشارت باد جنت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند جبرئیل علیه السلام نازل شد، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هذه خدیجه اتت باناء من ادام او طعام او شراب. خدیجه پیش شما میاد با ظرفی از غذا، خورشی در اون هست، غذایی در اون هست، آبی در اون هست. وقتی پیش شما اومد فقر علیها من ربها السلام، از طرف الله، از طرف پروردگار به ایشون سلام بفرست. الله من رو فرستاده تا من بیام و سلام برسونم به خدیجه کبرا رضی الله عنها. جبرئیل امین علیه السلام نام خدیجه کبرا رو پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت. اول خدیجه میاد پیش شما با ظرفی از غذا، هنوز حضرت خدیجه وارد نشده بود. وقتی آمد به ایشون از طرف پروردگار، از طرف الله، از طرف مالک الملک، از طرف خالق عالم سلام برسونید. و منی، و از طرف من هم به ایشون سلام برسونید. رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد در ادامه بشارت بدید ایشون رو، بشارت بدید حضرت خدیجه رو به بیت فی الجنه، به خانه‌ای در بهشت، به خانه‌ای بشارت بدید خدیجه کبرا رضی الله عنها رو من قصب، به خانه‌ای از مروارید داخل خالی، مرواریدی که درون اون خالی شده. دیوارهای این بهشت، دیوارهای این خانه مرواریدهایی هستند که این مرواریدها درونشون خالی است. لا خصب فی ولا نصب، نه در اون نزاعی هست و نه در اون خستگی هست. این جزا، این پاداش نتیجه عمل خدیجه رضی الله عنها است. وقتی که رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام رو برایشون عرضه کردن، وقتی که گفتن که من همچین اتفاقی برای من افتاد، در جا پذیرفتن، در جا تردید نکردن، در جا قبول کردن. و در ادامه در روایتی که نسائی ذکر میکنه از انس ابن مالک رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خدیجه کبرا رضی الله عنها تشریف آوردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به ایشون فرمودند خدیجه الله متعال برای تو سلام فرستاده و جبرئیل امین علیه السلام هم برای تو سلام میکنه. در جواب خدیجه کبرا رضی الله عنها فرمود ان الله هو السلام. جواب خدیجه کبرا رضی الله عنها، جوابی که در این حدیث به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، نشانه حکمت، نشانه درک و فهم والای خدیجه رضی الله عنها است، نشانه فقه والای خدیجه رضی الله عنها است. ان الله هو السلام، نگفت که و به الله هم سلام، فرمود الله خودش سلامه، سلام صفت الله تعالی است. ان الله هو السلام و منه السلام و علی جبریل السلام. الله خودش سلامه و سلام به او برمیگرده و بر جبرئیل امین علیه السلام هم سلام فرستاد و بر جبرئیل هم سلام و علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته، و بر شما هم سلام یا رسول الله و رحمت الله و برکات الله بر شما باد. جبرئیل از طرف الله متعال به خدیجه رضی الله عنها سلام فرستاد. حضرت خدیجه رضی الله
عنها اولین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اولین شخصی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، مادر اولین فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم کیست؟ برای آشنا شدن بیشتر با مادرمان خدیجه کبری رضی الله عنها که بخشی از فضایل اون در روایت هایی که ذکر شد مطرح گشت کیست؟ بعد از یک میان برنامه با هم بیشتر آشنا میشیم با مادرمون خدیجه کبری رضی الله عنها. همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند. ای مؤمنان، شما نیز بر او درود بفرستید و به گونه‌ای شایسته سلام کنید. پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است و همسرانش مادران آنهایند. با عرض سلام مجدد، در مکه مکرمه 15 سال قبل از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در اون دوره و زمانه‌ای که شرک شهر مکه رو فرا گرفته بود، در اون شرایط، در اون وضعیتی که مشرکین مکه دختران خودشون رو به خاطر جهالت، به خاطر اون چیزی که اسم اون رو غیرت و تعصب می‌گذاشتن، از ترس این که روزی دختر اونها اسیر بشه به دست دشمن و در راه انتخاب بین دوست، یعنی طایفه و فامیل، و بین دشمن یکی رو انتخاب بکنه، از بیم این که شاید دشمن رو انتخاب بکنه، هر دختری رو که به دنیا می اومد الا ماشاءالله استثناءاتی مگر زنده می ماندن، همه رو زنده به گور می کردن. در اون شرایط در خانه‌ای با اصل و نسب، در خاندانی با شرافت، دختری دیده به جهان گشود و در این خانواده رشد کرد. این دختر در طول زندگی خودش با نجابت، با شرافت، با حیا و عفت زندگی کرد. بعد از اینکه به سن ازدواج رسید، با عتیق ابن عابد مخزومی، یکی از اشراف مکه، ازدواج کرد. بعد از وفات عتیق مدتی گذشت، با یکی دیگر از اشراف ازدواج کرد، با شخصی به اسم ابو هاله ابن زراره، و از این شخص صاحب فرزندی شد به اسم هند. بعد از مدتی این همسر هم از دنیا رفت. خدیجه بعد از 2 بار ازدواج با فرزندش هند در مکه مکرمه با ثروت فراوان مشغول زندگی است. خواستگاران زیادی به خواستگاری خدیجه رضی الله عنها میرند، اما این بانوی با نجابت، این بانویی که در دوران قبل از اسلام مکه هم، در اون دورانی که به دوران جهالت مشهور بود، باز هم لقب طاهره، لقب صدیقه، لقب پاک بودن، صادق بودن گرفته بود، در اون شرایط خواستگارهای خودش رو جواب رد داد. کسانی که به خواستگاری خدیجه کبری رضی الله عنها آمده بودند همه از سران قریش بودند، همه آدمای عادی نبودند. نام خدیجه رضی الله عنها در مکه با حجب و حیا و عفت همراه بود. وقتی زبانها از خدیجه رضی الله عنها صحبت می‌کردند، سخن می‌گفتند، شرم داشتند، جز نیکی، جز عفت، جز خوبی، جز با سنجیدگی سخن بگن، چرا که این بانو به گونه‌ای زندگی کرده بود که هیچ نقطه ضعفی از خودش به جای نگذاشته بود. در اون شرایط سخت، در اون شرک، در اون فساد، خدیجه کبری رضی الله عنها با ثروتی که داشت مردهای بسیار رو اجیر میکرد، به اونها پول میداد تا اونها برن
و براش کار بکنن در تجارتش. از طرف دیگری جوانی در مکه مکرمه در بین مردها زبان زد شده بود، جوانی که در بین قریش از بهترین طایفه عرب سرآمد دیگران بود. این جوان در بین جامعه عرب اون زمانه در مکه مکرمه اسم و رسمی داشت. این جوان ورد زبون محافل مکه بود. این جوان به محمد امین لقب یافته بود به خاطر امانتش، به خاطر راستگوییش، به خاطر کردار پاکش، به خاطر شجاعتش، به خاطر کمالش، به خاطر جمالش. محمد آن زمان و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اسلام در اون زمانه 25 سال سن داشت. قبل از اون جریان رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد امین قبل از اسلام مشغول تجارت بود، گوشه و کنار، مال زیادی نداشت، اما سعی میکرد مشغول باشه به تجارت تا سرباری نباشه برای تنها سرپرست خودش، عموی خودش، ابو طالب. از طرف دیگری خدیجه رضی الله عنها که خودش بانوی نمونه‌ای بود، بانوی با شخصیتی بود، این اسم رو شنیده بود، این آوازه رو شنیده بود. گویی خدیجه رضی الله عنها وقتی که به سران قریش جواب نعمی داد به دنبال کسی میگشت که مطمئن باشه با این شخص خوشبخت خواهد شد. به دنبال بهترین میگشت، بهترین بانوی مکه به دنبال بهترین مرد مکه بود، بانویی که خودش بهترین بود و جز به بهترین رضایت نمیداد. آوازه رسول الله صلی الله علیه و سلم در دل خدیجه رضی الله عنها نفوذ کرده بود، به مانند شبنمی که بر روی گلی نشسته باشه. محبت رسول صلی الله علیه و سلم در قلب خدیجه جای گرفته بود. خدیجه رضی الله عنها در درون خودش زبان ابراز نداشت، اما این جوان ذهن خدیجه رضی الله عنها رو مشغول کرده بود. 15 سال کوچکتر از خودشه. خدیجه 40 سال داره و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون زمانه 25 سال. این جوان 25 ساله نه تنها ذهن خدیجه رضی الله عنها و قلبش رو مشغول کرده و تسخیر کرده، تمام بانوان مکه رو این گونه مدهوش کرده در اخلاق خودش، در رفتار خودش، در کردار خودش، در صداقت خودش، در نجابت خودش، در جمال خودش، در کمال خودش، در شجاعت خودش. از طرف دیگری این جوان پدر نداره، این جوان مادری هم نداره، این جوان برادر و خواهری هم نداره، این جوان ثروتی هم در اختیار نداره. بسیاری از خواهران ما، بسیاری از مادران وقتی که جوانی میخواد بیاد خواستگاری، ثروتش، مالش، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، این کیه، اون کیه، اینها رو زیاد میپرسن. خدیجه رضی الله عنها محبت این جوان در دلش اومده، متأثر از این جوان، اما از طرف دیگری این جوان هیچ کسی رو نداره جز عموهای خودش، ثروتی هم نداره. اما اگه ثروت نداره، اگر فامیلی داره برای خودش نداره، ثروت‌هایی داره که بقیه ندارن، صفاتی در وجودش هست که در کمتر مردی از مکه مکرمه میشه یافت این صفات رو. خدیجه رضی الله عنها این صفات رو دوست داره. خدیجه رضی الله عنها خودش انقدر ثروت داره که بتونه مردان مکه رو در کاروانهای خودش مشغول تجارت بکنه، نیازی هم به ثروت دیگران نداره. خودش ثروتمندترین زن مکه است، به دنبال مردی است که بتونه با اون راحت زندگی بکنه، به دنبال مردی که با اون خوشبخت بشه، سعادتمند بشه. این محبت در دل خدیجه رضی الله عنها جای گرفته. پیشنهاد تجارت و همکاری میده به رسول الله صلی الله علیه و سلم که در سفر تجاری شام کاروان خدیجه رضی الله عنها مشارکت بکنه. ثروت از خدیجه رضی الله عنها است و در سود و منفعت با هم شریک باشند.
رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو میپذیره. در این سفر تجاری همراه میشه با خدیجه کبرا رضی الله عنها. سفر تجاری شام، رسول الله صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی برای خدیجه کبرا 40 ساله رضی الله عنها کار میکنه. در این سفر غلامی به اسم میسره از طرف خدیجه مأمور شده تا بیاد و بررسی بکنه شخصیت این فرد رو در سفر. میسره وقتی که از سفر برگشت تعریف هایی رو که از رسول صلی الله علیه و سلم لازم بود انجام داد. اون چیزی رو که دیده بود تعریف کرد، نه که از پیش خودش چیزی ساخته باشه. در این سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از برگشتن سود و سرمایه فراوانی رو به همراه آوردن برای خدیجه رضی الله عنها، بیشتر از تمامی موارد مشابه گذشته. خدیجه رضی الله عنها وقتی که از میسره اون چیزی رو که در سفر دید از رسول صلی الله علیه و سلم میشنوه، دیگه هیچ شبهه و شک و تردیدی براش باقی نمیمونه که من باید هر گونه که شده این مرد رو برای خودم ثبت بکنم. از طرفی همونجور که پیشتر گفته شد، مردی که نه پدری داره، نه مادر، نه خواهر و نه برادر و نه ثروت آنچنانی، در جامعه عرب اون روز زیاد مرسوم نیست که یک زنی بره خواستگاریش. شاید این رو عیب هم میدونستن که یک زنی بره خواستگاری مردی. خدیجه رضی الله عنها این محبت، این نیروی درونی رو منتقل میکنه به یکی از نزدیکان خودش، به بانوی دیگری در میان میگذاره و این صدا و این ندا و این محبت به نحوی منتقل میشه به رسول صلی الله علیه و سلم. پیشنهاد ازدواج از طرف خود خدیجه رضی الله عنها مطرح میشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این پیشنهاد رو میشنون با عموهای خودشون حمزه، ابو طالب مشورت میکنن و برای خواستگاری قدم میگذارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواستگاری خدیجه کبرا رضی الله عنها میرن. در محفل خواستگاری پدر خدیجه مخالفه. عموی خدیجه عمرو ابن اسد، عموی خدیجه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با عموی خودشون ابو طالب حرکت کردن برای خواستگاری رفتن، ابو طالب در ابتدا شروع کرد و گفت سپاس اللهی رو که ما رو مشرف کرد به پردهداری کعبه، به صیانت کعبه، به حفاظت از کعبه و خدمت به زائرین کعبه و ما رو از نسل ابراهیم علیه السلام قرار داد. این جوان محمد صلی الله علیه و سلم رغبتی داره در فرزند شما، دختر شما، و همچنین دختر شما هم رغبت داره در ازدواج با این جوان و به مانند این جوان در کل قریش نمیابید، به مانند این صفات، به مانند این ویژگی ها، و قریش کاملا معترف بودن به این حقیقت، به این جوان. هرچند این جوان دستش خالیه، جیبش خالیه، هرچند شاید قوم و خویش آنچنانی برایش نمونده، پدر و مادر و خواهر و برادر علی خصوص از خانواده کسی نیست، اما ثروت ها داره به همراه خودش. خانواده خدیجه رضی الله عنها، عموی خدیجه گفت این جوونی نیست که رد بشه، این جوونی نیست که بشه جواب نه بهش داد، این رو باید پذیرفت. و الله بهتر خبر داره اون روز مادرمان خدیجه رضی الله عنها چه شادی و نشاطی رو تجربه کرد، چه احساسی در درون خودش داشت وقتی که خواستگارها دست پر برگشتن، وقتی جواب بده داده شد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون ازدواج فرخنده صورت گرفت، ازدواج مبارک بین رسول الله صلی الله علیه و سلم، بهترین انسان روی زمین، و بین خدیجه کبرا رضی الله عنها، از بهترین های عالم، از بهترین های بهشت و بهترین زن دوران خودش. بهترین مرد مکه با بهترین زن مکه ازدواج کرد. خانه‌ای تشکیل شد که این خانه به یقین مانند این خانه در طول تاریخ تشکیل نشد. خانه‌ای که ثمره اون 6 فرزند بود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، قاسم و عبدالله که ملقب به طاهر و طیب هست، 2 پسر بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم که هر دو قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم
وفات کردند و 4 دختر بزرگوار زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهن اجمعین. فاطمه رضی الله عنها سردار بانوان بهشت، دختر خدیجه کبری است، یکی دیگر از سرداران بانوان بهشت. خانه‌ای تشکیل شد پر از مهر و صفا، خانه‌ای تشکیل شد که مرد خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم، هرچند قبل از رسالت، و مادر این خانه خدیجه کبری است رضی الله عنها. این خانه سرچشمه وحی بود. این خانه‌ای بود که وحی از این خونه منتشر شد. این خونه‌ای بود که اولین بار در اون نماز خونده شد. این خونه‌ای بود که اولین بار در اون قرآن تلاوت شد. این خانه همون خانه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این خانه شروع کردن دعوت به توحید را. در این خانه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدیجه کبری، زید ابن حارثه پسرخوانده رسول صلی الله علیه و سلم، ام ایمن پرستار رسول صلی الله علیه و سلم، خدمتکار ایشون، و از اون طرف علی ابن ابی طالب رضی الله عنه پسر عموی رسول صلی الله علیه و سلم و فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنند. چه خانواده با برکتی، چه خانواده مبارکی. 15 سال زندگی با آرامش، با آسایش کامل سپری شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به از سن 25 سالگی تا سن 40 سالگی رو با آرامش کامل در مکه مکرمه به همراه بانوی بزرگوار اسلام خدیجه رضی الله عنها زندگی کردند. 15 سال آرامش و آسایش، 15 سال خوشبختی و سعادت، 15 سالی که 6 فرزند نازنین متولد شدند و 2 نفر از این فرزندها در این 15 سال از دنیا رحلت فرمودند. پسرهای رسول صلی الله علیه و سلم، قاسم و عبدالله. 4 دختر دیگر در خانه زندگی می کنند. کم کم اتفاقاتی میفته. کم کم رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت کردند که میرند و در غار حرا، در کوه نور، نزدیکی های مکه مکرمه آن زمان و در داخل شهر مکه امروزی، میرند داخل غاری که ارتفاع زیادی هم از زمین داره. اونجا خلوت میکنن با خدای خودشون، اونجا میرن عبادت میکنن، اونجا میرن تفکر میکنن، اونجا میرن و درد دل میکنن. روزها تا شب به عبادت مشغولن، روزها تا شب به تفکر مشغولن و شبها تا به صبح هم به همین شکل. و خدیجه کبری رضی الله عنها در این چند روز، در این مدتی که اونجا میمونن، برای اونها غذا میبره، برای اونها خوراک و نوشیدنی میبره. اینها هم مقدمه هایی برای یک اتفاق بسیار بزرگ. الله متعال برای همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه کبری، برای این خانواده ثروت‌هایی رو ذخیره کرده، برای اینها مدال‌های افتخاری رو ذخیره کرده و آزمایش‌های بسیار بزرگی رو در راه این خانواده قرار داده. در این 15 سال مقدمات یک حادثه مهم آماده میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول عبادتن، مادر فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم هم در این دوران مشغولن در خانه خودش. خدیجه کبری رضی الله عنها خونه‌ای رو که خودش داشت، رسول صلی الله علیه و سلم اونجا زندگی میکردن. اینم خودش یک درسی برای عزیزانی که فقط دنبال مالن، فقط دنبال اینن که فلانی خونه نداره، فلان خواستگار ثروت زیادی نداره، موقعیتی نداره. خدیجه کبری رضی الله عنها میزبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. گرچه خانه مال هر دوتاست، اما به نام خدیجه کبری است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خدیجه کبری زندگی میکنه و فرزندانش هم در این خانه، تا اینکه در اون رمضان 40مین سال عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم، در یکی از شبها که دنیا همه در خواب فرو رفتن، شهر مکه در آرامش کامل به سر میبره، سنگها آرام، تمام جانورانی که در دشتها زندگی میکنند همه در حال خواب، ستارگان آسمان در حال درخششند
سکوت همه جا رو فرا گرفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این غار حرا مشغول عبادتن. به یک باره شخصی داخل میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو محکم فشار میده بخوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، به من میگفت بخوان. انقدر من رو محکم فشار میداد که از این میترسیدم که جان من از بدن خارج بشه. گفتم من خواندن بلد نیستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن بلد نبودن، چون نیازی نداشتن به خواندن و نوشتن. و تا اینکه کسی متهم نکنه رسول صلی الله علیه و سلم رو به این که قرآن رو از پیش خودش نوشته. به خواندن و نوشتن رو ما نیازمندیم برای یادگیری. کسی که با سرچشمه علم الهی در ارتباطه و مستقیما از طرف وحی به ایشون علوم مختلف میرسه، هر چیز که نیاز باشه الله تعالی نیاز ببینه، نیازی به خوندن و نوشتن نداشت. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن، من گفتم چه بخوانم؟ من خواندن بلد نیستم. دوباره من رو فشار داد در آغوش خودش، بخوان. گفتم من خواندن بلد نیستم. بار سوم بخوان. آخر گفتم چه بخوانم؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بخوان. امت اقرأ. این امت اولین آیات قرآن رو درک کرد. بخوان. برای این امت اولین آیات نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف الله متعال به پیامبری برگزیده شد. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار عجیب بود این صحنه. از غار پایین آمد و دوان دوان به سمت خونه حرکت کرد، به سمت جایی که آروم بگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم پریشان، نگران، مضطرب، دوان دوان به سمت خانه خدیجه رضی الله عنها حرکت میکنه. همون خونه ای که در اونجا آرامش میگرفت، همون خونه ای که اگر در بیرون از مکه، اگر در داخل مکه ظلم ها و شکنجه ها بود، اگر بیرون بیمهری ها بود، در داخل این خانه تمام این مشکلات فراموش میشد. به پیش همسر بزرگوارش خدیجه رضی الله عنها رسید. ادامه جریان، ادامه ماجرا رو که در خانه چه گذشت و خدیجه رضی الله عنها بعد از شروع رسالت چگونه زندگی کرد و این آغاز مشکلات و سختی ها بود و پایان اون 15 سال آرامش و آسایش. اون روز سختی ها بود. اون روز آغاز سختی های خانه خدیجه رضی الله عنها و خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. وقت ما به پایان رسید اما داستان همچنان باقی است. ما رو یاری بکنید در برنامه بعد در بررسی زندگی مادرمان خدیجه کبرا رضی الله عنها در دوران رسالت رسول صلی الله علیه و سلم و اهمیتش و نقش و جایگاه این بانوی بزرگوار. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید ممنونیم و سپاسگزار و تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به الله متعال می سپارم. هر کجا که هستید شاد و خرم و پیروز باشید.